چه خبر کرده ایستادی؟ خانه دیگر بچه درس نیست. کجا؟ ناسکشی؟ تست سفریت کنید. یا توبه. ما وقت طلبه بودیم. معلم را یک ساعت نیم ساعت نگاه میکردیم. من وقتش دیگه که معلم طلبه را نگاه میکنن. من 20 دقیقه درس گذشته درسیم یگان طلبه نیست. آینده اینا چی میشیده باشه اینا کی میشه باشه. سلام علیکم استاد. خیلی معلم جان سلامتیات خوبه کار بار زندگی. کجا آمدی مطلب تو؟ استاد همینجا بودم. همین تقدیم حسابم با تاگی ترزا گذاشتم. شما را دیدم در کابینت تو خشتگی بدن دلم سوختم یک استاد خبر بیرم. میمره دیلت 20 دقیقه پیش بسوزه. کانی دیگر بچه‌ها؟ بچه‌ها مومینوف ته کادی شریفوف گو استاد هش باگا گرفتن. چی گفت؟ نوازمیان استاد. وظیفه خانواده تو راستی؟ 100% تایم استاد. کانی؟ وظیفه خانگی چی بود استاد؟ تو وظیفه خانگی را نمیدونی؟ شاعرا را پرسیدم. آفرین شاعرا پرسیدم. بردی من با تو دو سوال میدم. یکم سوال. سردفتر ادبیات کلاسیکی تاجیک کیست بگو؟ سردفتر ادبیات کلاسیک. ابو عبدالله تشریف زاد. کی؟ ابو عبدالله تشریف زاد. کدام تشریف زاد؟ اینا در دیاگنوستیک کار میکنه استاد. احمق من میدونی دکتری چای وای دکتری دندانای. ابو عبدالله رودکی. ابو عبدالله. دویم سوال. سردفتر ادبیات سویتی تاجیک کیست بگو؟ صدرالدین نجم‌الدین. کی؟ صدرالدین نجم‌الدین. کدام نجم‌الدین؟ اینا بعد نوزانی نوزاد رو بنوزم من میخونه کو. احمق صدرالدین اینی. صدرالدین اینی کم کم یاردم کنیم استاد. بس. چه بدت کسی؟ خانه مومینو. قطعی بخترا؟ صفا چند؟ و چند؟ 8 کدام 8 8 بردیف خانه مومینو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ای مالدی. السلام علیکم. السلام میشه. او چی در پیش سلطنت خورده صدایی؟ اما خالای موزونشون کاک داشته. گوش کن مومینو. درباره مادر و خواهران شعر بدونی؟ درباره مادر و خواهر؟ بله میدونم. کنی خان. زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما. زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما. زن اگر آتش نمیشید خام میمونده ما. آی دوام ندارد. مومینوف برای عید ظفر سرود خونه. گوش کن. من ساعت 3 38 عدد درس دارم رفتم معلم خوری امیدتون نگاه میزنه اومده شما رو میبیند. فهمو؟ فهمو. بگم. جا تا بیز.